شامتان بخیر باشد بینندگان عزیز. برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 2 فوریه است و این موضوعها را داره. دسته فوتبال بازان تاجیکستان در دوری چهارک نهایی جام آسیا از اردن شکست خورد، ولی از قطر به وطن همچون دسته پیروز برمیگردد. وزارت معارف تاجیکستان میگوید فعلا شاگردان مؤسسه‌های تعلیمی در کشور به پلنشت نیاز ندارند. بچه‌ها خواننده هر خیل کلیپ‌ها دیگر هر خیل چیزا تماشا میکنند و ویران میشد. و شماره قربانی‌های فلسطینی حمله‌های اسرائیل در منطقه غزه از 27,000 نفر بیشتر شده است. برنامه را با یک خبری نه چندان خوش آغاز میکنیم. امروز تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دوری چهارک نهایی جام آسیا 2023 در قطر از دسته اردن با حساب 0-1 مغلوب شد و به دوری نیمه نهایی راه نیافت. صرف نظر از ناکامی در این رقابت، تاجیکستان یکی از 8 دسته بهترین مسابقه می باشد. دستاوردی که تاکنون در تاریخ فوتبال تاجیکستان دیدن نشده است. کارشناسان فوتبال تاجیکستان را کشفیات این دوری جام آسیا می شمارند. در رسانه‌های روسیه تخمین‌ها زیادند که بعد این مسابقه فوتبال بازان تاجیک را دسته‌های خارجی دعوت خواهند کرد. رو میاریم به موضوعهای دیگر. خدمات ضد انحصاری تصدیق کرده است که شرکت‌های موبیلی تاجیکستان با چند دلیل می‌خواهند نرخ طرفه‌ها بالا برده شود. یک هفته پیش 3 شرکت موبیلی تاجیکستان مگافون، تیسل و واویلون خبر دادند که از 1 فوریه امسال نرخ خدمات خود را بالا میبرند. اما در پی شکایت کاربران و ناراضگی خدمات علاقه، شرکت‌ها از این تصمیم خود دست کشیدند. دلیل شرکت‌های موبیلی برای بالا بردن نرخ خدمات چیست؟ مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. خدمات ضد انحصاری نهاد نظارت کننده به نرخگذاری ها در کشور در پاسخ به نامه رادیوی آزادی نوشته است گرانتر شدن نیروی برق، قیمت شدن سوزشواری، بی‌قرب شوی پول و زیاد شدن حجم نشان دهنده برای حساب ها از دلیل های شرکت های موبیلی برای بالا بردن نرخ خدماتشان بوده است. این نهاد نوشته است بعد از سال 2020 نرخ برق 33%، نشان دهنده برای حساب ها 24% زیاد شده، پول ملی هم 13% قربش را از دست داد. بنا به تغییر یافتن اندازه نشان دهنده برای حساب ها از 1 ژانویه سال 2024 مبلغ اجاره مکان و جایهای استحصالی برای ایستگاه‌های بازوی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است، نوشته است خدمات ضد انحصاری. خدمات همچنین نوشته است در صورت بی تغییر ماندن طرفه‌های خدمت رسانی‌های علاقه موبیلی، مفلس شوی شرکت‌ها از احتمال دور نبوده، همزمان تاثیر منفی خود را به قسم درآمد بودجه دولتی از حساب پرداخت‌های اندازه می‌رساند. در پاسخ خدمات ضد انحصاری آمده است مسئله تغییر دادن خدمات شرکت‌های موبیلی در بررسی قرار دارد. خبر گرانتر شدن خدمات مخابراتی در کشور ناراضگی ده‌ها کاربران شبکه‌های اجتماعی را به میان آورد. بعضی از کارشناسان میگویند بازار با دستور کار نمی‌کند و برای پایان بردن نرخ گفتگو و اینترنت باید اصلاحات گذرانده شود. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه. برنامه را با خبرهای دیگر پی میگیریم. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند که به ضد انوره سرکار و خبرنگار مقیم اروپا پرونده جنایی باز کردند. انوره سرکار به رادیو آزادی گفت روز 1 فوریه در ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت امور داخلی به مادرش درباره باز شدن پرونده خبر دادند. یک منبع در وزارت امور داخلی این خبر را تصدیق کرد. مصاحب رادیو آزادی افزود که از جزئیات پرونده آگاه نیست، ولی به قول انوره سرکار و مادرش از مفتش ماده 307 را شنیده است که دعوت عمومی به افراطگرایی و ترغیب و تشویق و درست شماریدن افراطگرایی را در نظر دارد. انوره سرکار و خبرنگار سابق بخش روسی BBC و زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان ناآرامی‌ها در این ولایت و بخصوص تظاهرات آلوده به خون در 2 سال گذشته را در شبکه‌های اجتماعی فعالانه انعکاس می‌کرد.
شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. ارتش اسرائیل ادعا دارد که عملیات زمینی در شهر خان یونس منطقه غزه با موفقیت انجام یافته. اکنون سربازان اسرائیل به سمت مرز غزه با مصر حرکت خواهند کرد. جانب فلسطینی ابراز داشته است اسرائیل امکان نمیدهد که طبیبان و نجات بخشان فلسطینی به مردم منطقه های بمباران شده یوری سر وقتی رسانند. میرزا نبی خالقزاد با جزئیات همین موضوع. شماره فلسطینی های کشته شده در حمله های اسرائیل در منطقه غزه از 27,000 نفر بیشتر شد. روز پنجشنبه وزارت بهداشت زیر نظر سازمان حماس اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 118 فلسطینی به قتل رسیده. شماره عمومی کشته شدگان از حمله های اسرائیل در غزه به 27,019 نفر برابر شد. به قول همین منبع در حمله های اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر یعنی پس از یورش سلاح به دستان حماس به اسرائیل شروع شده بودند 66,139 ساکن منطقه غزه جراحت برداشته است. فلسطینی ها اصرار می‌ورزند که به احتمال زیاد هزارها قربانی دیگر حمله های اسرائیلی در زیر ویرانه های بناها می باشند و نیروی اسرائیلی راه نمی‌دهد که یاری تجلیل طبی و خدمات نجات به بناهای ولنگار نزدیک شوند. روز 1 فوریه ارتش اسرائیل نوارهای عملیات نظامی در شهرک خان یونس واقع در جنوب غزه را نمایش داده، تاکید کرد که کمش 70 نقب و کمینگاه زیرزمینی سلاح به دستان حماس را محو کرده است. فرمانده اسرائیل میگوید کمش 2 پایگاه موشک‌اندازی به خاک اسرائیل را تشخیص کردند. وظیفه ما تا حال به انجام نرسیده است. وقتی ما را دعوت کردند ما با مشت سرسپرده و کشنده به جای ضروری حاضر شدیم. برایم فرماندهی این بتالیون افتخار است. حرکت را به پیش ادامه می‌دهیم. وزیر مدافع اسرائیل یوآف گالانت میگوید عملیات در شهر جنوبی خان یونس غزه با موفقیت اجرا شد و اکنون ارتش به احاطه شهر رفاه واقع در مرزهای جنوبی غزه حرکت خواهد کرد. رسانه های فلسطینی گزارش می‌دهند که دیروز ارتش اسرائیل 114 نفر و از جمله 4 زن را که در جریان عملیات زمینی در غزه به حبس گرفته بودند رها کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. شادی حفیظ‌زاده سردار ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی از مقام برکنار شده است. این گنرال 43 ساله را داماد وزیر رمضان رحیم‌زاده می‌دانند. مقامات خبر و سبب برکناری او را نگفتند. سامانه وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه سید احتم حاتم‌زاده را سردار نوی ریاست معرفی کرد. شادی حفیظ‌زاده از سال 2017 در این مقام کار میکرد. نمایندگان مخالفان بارها او و ریاست زیر رهبریش را برای بازداشت و شکنجه دیگراندیشان تنقید کردند. از جمله خودش ماه ایول سال 2022 خبرنگار عبدالله غربتی را با عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کرده بود. دیرتر دادگاه غربتی را به 7 سال زندان محکوم نمود، ولی غربتی در نامه گفت که گناه ندارد و زیر فشار بیانات داد. همچنین روز 2 فوریه سهراب رمضانزاده از منصب ریاست کار با هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی آزاد شده است. به جای او نام حسین خلیلزاده را نوشتند. وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت استفاده تلفن موبیلی و پلنشت در مکتب‌ها اجازه دادن نمی شود. قبلا وزارت طرحی را آماده می‌کرد که به شاگردان چنین اجازه را میداد. متخصصان میگویند استفاده پلنشت در مکتب تحت نظارت آموزگاران و پدر و مادر کاری بدی نیست و برعکس به پیشرفت دانش آموزان کمک می‌کند. چون چرای موضوع را در گزارش همکارانمان سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله می‌بینیم. من امیر بستم شما رساندنی هستم که ما در حقیقت یک تصمیم گرفته بودیم. رحیم سعیدزاده وزیر معارف در این نشست خبری تاکید کرد که همه مکتب‌ها با کتاب‌های درسی تامین هستند و برای همین ضرورت به استفاده پلنشت و تلفن موبیلی در مکتب نیست. در سال 2023 ما تعداد زیادی کتاب‌های درسی را به ترتیب رساندیم. زیاد از 6 میلیون نسخه شد. در دوام یک سال تخمین 31% ما زیاد کردگیم. لیکن تقاضای زمان است. خیلی می‌بینیم ضرورت شود این استفاده می‌کنیم. لیکن در حاضرش فکر می‌کنم که ضرورت نیست. قبلا وزارت طرحی را آماده می‌کرد که به شاگردان اجازه می‌داد برای تحصیل در مکتب از پلنشت و کامپیوتر استفاده برند. مردم در این زمینه نظر یکسان ندارند. سازی عصر تکنولوژی گشتگی است. باید کودک‌ها همین چیزا را سرفرا بروند
کار کرده توانم با تکنیک ها. بچه ها خواننده هر خیل کلیپ ها دیگر هر خیل چیزا تماشا میکنند و وایران میشد. تربیه قاعده البته از همینجا پیدا میشد. منم مثلا گفته ایستادن که مثلا خواننده معلم مثلا ویدیو میکند. به تلفن هم نمیشود استفاده میبرد، لیکن طرز درست استفاده بردن به فکرم نشان دادن در کار. در تاجیکستان از سال 2007 به مکتب آوردن تلفن‌های موبیلی و پلانشت را منع کردند. متخصصان میگویند بهره برداری از فناوری‌های نو برای تحصیل یک ضرورت است. مادر و مادرها هم نظارت کنند که پلانشت را برای تعلیم استفاده برند، در داخلش تنها کتاب‌های درسی را جاگیر کنند. یک کاری معمولی هست که همه ما به همین هم میکنیم. در عموم گویم اگر تنها یک خواهش خود همه آدم در کار است که اگر خواهند جاری کردن میتوانند جاری کنند. در اینجا با مشکلی جدی نباید که پیش روید، چون که پلانشت ها موضوع با نرخ‌های گوناگون دست رسند. همش که قیمت نیست. پلانشت ارزان‌تری است که با 600-700 تومان فرض کنیم اگر یک پلانشت خرید دادن در داخل وی صدها کتاب‌های درسی را جاگیر کردن ممکن نشود که نرخ همون کتاب با همون نرخ پلانشت برابر نشود. در برابر استفاده پلانشت بردن تلفن‌های موبیلی به مکتب منع است. در گذشته صدها خواننده را برای استفاده تلفنی همراه و یا پلانشت در مکتب تنبیه داده والدینشان را جریمه بستند. ҳавои гарму бебориши як моҳи ахир ки деҳқонону боғпарварони тоҷикистонро нигарон карда буд, ба қавли вазири кишоварзӣ ҳанӯз зиёни зиёде ба боғу кишзорҳо нарасонидааст. ҳавои хушк дар нимаи зимистон сабаб шуд ки баъзе аз дарахтон дар тоҷикистон гул кунанд ва кишоварзон мегӯянд агар ҳаво якбора сард шавад ҳама ҳосили дарахтони шукуфоро аз даст медиҳанд. амир исоев аз душанбе гузориш дорад. кишоварзон аз гармии ҳавои зимистон ва мухчабандии зуди дарахтон нигаронанд. аммо вазир Қурбон Ҳакимзода ҳарчанд тағйири иқлимро як мавзӯи ҷиддӣ медонад, мегӯяд гарм омадани зимистони имсола ба меваву сабзавот таъсири бад надорад. дарахте ки гул кардааст ин бодом аст. локи дигар намуди дарахтҳо ман бовари комил дорам, зарар надидам. гандум аз ин ягон таъсир надидааст. аммо вазири кишоварзӣ гармии зимистонро эҳтимоли камҳосилии заминҳои лалмӣ донист. ду ҳафта паи ҳам мо аз ҳолати кишти зироатҳо дар заминҳои лалмӣ дидем. бовар мекунед шудгор карда истодан деҳқон аз замин чанг баромда истод дар моҳи январ. амонулло Салимзода, президенти Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд, ки олимон навъҳои растаниҳоеро пажӯҳиш мекунанд, ки ба гармиву тағйироти иқлим тобовар бошанд. پیشنهاد کرده هستند. ما فکر میکنم که سالهای آینده اینها وقتی که تصدیقی رسمی خودشون گرفتن با استحصالات جاری کرده میشه. وزیر کشاورزی تاکید کرد که نهاد او با تغییریابی اقلیم آمادگی گرفته است. با یک چند تشکیلات‌های بین‌الخلقی شریکان روز از آن جمله ایفات و دیگرها مراجعت کردیم که بسیارتر ما بعضی نمودی نوعهایی که از خارج کشور از منطقه شرق میانه از منطقه‌ای که در اونجا گرم است وارد نمودی بعضی تخم‌هایی که با گرمی استوار هستند. چون که بسیارتر دیگر شما هم تاکید کردید دیگرم که خاکباریش همین سالی گذشته بینید که چقدر تاثیر رساند به حاصل پیسته. کشاورزی از بخش‌های مهم اقتصاد و امنیت عضوقواری تاجیکستان دانسته می‌شود که حجم آن در مجموع محصولات ناخالص ملی، مجموع محصولات داخلی بیشتر از 28% است. ولی این بخش با دشواری‌های زیاد روبروست و سالهای آخر تغییر اقلیم به این مشکلات علاوه شده است. به خبر کوتاه مقامات تاجیک گفتند زنان و کودکانی که از کشورهای جنگ زده از جمله سوریه به تاجیکستان بازگردانده شدند همراه با خانواده‌هایشان زندگی دارند. در 2 سال اخیر مقامات تاجیک 10 زن و بیش از 100 کودک و نورس را به وطن آوردند. آنها عضو عائله‌های جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا خود داعش میباشند. بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را در همین ثانیه‌ها به پایان میرسانیم. تشکر که تا این دقیقه ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر را میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما نیز از آن خبری دارید برای ما نویسید. برای شما در 2 روز آینده استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.